بریم برای معرفی بازی رولت گاف صندوق طلایی 7 بیت. اینجا جاییه که کلی ضریب‌های طلایی هیجان انگیز و تا بی نهایت سرگرمی پیدا می‌کنید. یک فیش روی میز بذارید و منتظر بمونید. وقتی زمان شرط بندی تموم شد، دیلر توپ رو میچرخونه و یک گاف صندوق براتون باز میکنه که توی اون 4 جعبه قرار داره. هر جعبه بین 5 تا 20 شمش طلا رو میکنه. هر شمش طلا به عنوان یک ضریب 50 برابری عمل میکنه و به طور تصادفی به یک خونه شرط اختصاص داده میشه. تا 3 شمش طلا میتونه روی یک خونه شرط بندی قرار بگیره که این اتفاق امکان افزایش مجموع ارزش ضریب رو تا 150 برابر در برخی دورهای بازی فراهم میکنه. در هر دور ممکنه یک شمش طلای ویژه پیدا کنین که ارزش اون یک ضریب فوق‌العاده 500 برابری هست. اما در هر دور فقط یه دونه از این شمشای ویژه میتونه ظاهر بشه. شمش طلای ویژه هم به طور خودکار به یک خونه تصادفی اختصاص داده میشه. ولی شمشای طلای معمولی رو نمیشه روی شمش طلای ویژه قرار داد و برعکس. در نهایت توپ در یکی از خونه‌های شماره‌دار چرخ قرار میگیره و اگر روی شماره برنده فیش گذاشته باشید، شما برنده اید. اگر اون شماره یک یا چند شمش طلا دریافت کرده باشه، پاداش شما بر اساس اون ضرب میشه. وارد دنیایی از فرصت‌های طلایی بشید و رولت گاف صندوق طلایی رو همین امروز در 7 بیت بازی کنید. 7 بیت.